اسحاق دار وزیر مالیه پاکستان که روز 27 اکتبر در همایش در دوشنبه شرکت داشت به وطنش برنگشت. پرونده او را دادگاه پاکستان با اتهام فساد بررسی میکند و اسحاق دار باید روز دوشنبه 30 اکتبر در دادگاه شهادت میداد. اما روز شنبه هواپیمای دولتی که او را همراه با 3 تن همراهانش به دوشنبه آورده بود بدون اسحاق دار به پاکستان پرواز کرد. روز دیگر در شبکه‌های اجتماعی عکس اسحاق دار در مراسم ادای حج عمره در عربستان سعودی نشر شد. او به نزد نخست وزیر پیشین و رهبری حزب لیگ مسلمانان پاکستان نواز شریف رفت که در سعودی قرار داشت. اسحاق دار یک عضو همین حزب می باشد. در حالت بازگشت به پاکستان نواز شریف را نیز خوف بازداشت تهدید میکند. روزنامه دیلی پاکستان از قول یک مسئول خدمات مطبوعاتی وزارت امور خارجه پاکستان سعید جاوید نوشت نشست دوشنبه که در آن هیئت پاکستان شرکت داشت روز جمعه 27 اکتبر پایان یافت و قرار بود وزیر مالیه روز شنبه یا یکشنبه برمیگشت. پامیر حلیمزای خبرنگار رادیوی مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی میگوید اسحاق دار از دوشنبه به جده و از آنجا به بریتانیای کبیر پرواز کرده فعلا در لندن قرار دارد. وکیل دفاعی آقای دار امروز 30 اکتبر در دادگاه گفته است زیر حمایه‌اش فرار نکرده است بلکه بیمار بوده برای طبابت به لندن رفته است و آنجا همچنین در همایش‌های حزب لیگ مسلمانان در این کشور شرکت میکند. این دو سیاستمدار را نه تنها عضویت در یک حزب متحد میکند. اسمی وزیر مالیه در یک پرونده مربوط به اتهام فساد نسبت نواز شریف و عائله‌اش یک جایه در سندهای موسوم به اوراق پنما به حیث شخصی دارای ثروت‌های پنهانی ذکر شده است. پامیر حلیمزای گفت پای اسحاق دار وقتی به قضیه کشیده شد که ماه اپریل سال 2016 اوراق پنما سر و صدای زیادی را در پاکستان برانگیخت. بر اساس این سندها نواز شریف، دخترش مریم با شوهرش و پسرانش حسن و حسین در پنهان کردن پول در منطقه‌های آفشاری پنما متهم شدند. اسحاق دار که از زمان سروزیری نواز شریف وزیر مالیه می باشد در این قضیه شریک دانسته می شود. با گفته پامیر حلیمزای چیزی که در پشت پرده می ماند این الیت نظامی پاکستان است که ظاهراً با سیاست نواز شریف راضی نیستند. اسحاق دار در حال به لندن رفته است که نواز شریف سروزیر سابق پاکستان و رئیس حزب لیگ مسلمانان آنجا قرار دارد. وکیل دفاع نواز شریف نیز گفته است او بیگناه است و برای طبابت همسرش به لندن رفته است. در حالی که نواز شریف بعد بروز ماجرای مربوط به فساد از مقامش برکنار شد، اسحاق دار وزیر عمل کننده مالیه باقی میماند. اسحاق دار روز 27 سپتامبر در تالار دادگاه در یکی از مرافعه‌های نسبت خود شرکت کرد و طبق گزارش‌های اتهام دادگاه را قاطعانه رد کرد. تحلیلگران میگویند و هم اسحاق دار پیش از شروع کار در مقام‌های بلند حکومتی هم ثروتمند بودند، ولی رقیبان سیاسی نواز شریف او و خانواده‌اش را در شستشوی پول و از حساب سرمایه دولت خریداری اموال در لندن ایبدار میکنند. اما پیوندان نواز شریف میگویند که اموال را در لندن سالهای 1980 بعد از سرمایه‌گذاری در قطر خریدند.